دوستان سلام. امروز نیسان ماکسیما داریم واسه تعویض گردگیرای پلوسش اومده پیشمون. خب گردگیرای پلوس همونجور که مشاهده میکنید پاره شده. ما باید پلوس آدر بیاریم، گردگیرا رو عوض کنیم و بربلینگ کاسه نمده پلوسش هم خراب شده. اینجا همونجور که مشاهده میکنید واقعا زده. این هم عوض کنیم. آره همونجور که مشاهده میکنید ما پلوسش رو در آوردیم. آزای باز کردن پلوس باید این پیچا رو باز کنیم. بعد این بعدش که باز کردیم پیچ پلوس رو که باز کردید اینجوری میکشی بیرون. وازگازین داره. وازگازینش رو یه چیزی بذاری زیرش که ریخته نشه. بعد این وازگازینش خالی شد. واسه اینکه وازگازین رو دوباره داخلش بریزیم باید بیاییم این سیخه هست. این سیخه رو در میاریم. از اینجا وازگازین رو میریزیم داخل گیربکس.